20 سالم بود توی جربه‌ای به ناحق یه کار دیزی زدم تو دست یه نفر. بعدن رفتم ازش حلالیت طلبیدم، بنده خدا هم حلالمون کرد. 10 سال ازش گذشت، رفتم گرمسیر با نیسون بار گرجه بزنم. 2 تا کارگر بحثشون شد، رفتم بینشون، یکیش یه کاردی انداخت برای او یکی، خورد دقیقاً همون جایی که 10 سال پیش به ناحق کارد زده بودم. اینجا جاشم، حالا تو دوربین مشخص. زنگ بزنم اورژانس بیا، بنده خدا ترسی. گفتم نترس، اورژانس هم نیازی نیست، من به ناحق زدم با به ناحق بخورم. این دنیا دار مکافاته، هر کاری بکنی به خودت بر میگرده. از دیوار مردم بری بالا، به ناموس مردم بی احترامی کنی، دست درازی کنی، به کسی زور بگی، به ناحق کسی بزنی، پس میدی. حتی اگر یه ایجوری به یه نفر بزنی پسش میدی. میگه آنقدر گرم است بازار مکافات عمل، گر به دقت بنگری هر روز روز محشر است. قانون